سلام، عرض ادب. این اولین پادکست من درباره یک موضوع بسیار حساس و قابل احترامه که در زندگی شخصی و اجتماعی هممون نقش اساسی داره. میخوایم راجع به یک سندروم صحبت کنیم به نام Religious Trauma Syndrome. این اصطلاح در واقع به معنی آسیب‌هایی که در اثر دینداری غلط به ما وارد شده. موضوعی که شاید همه ما کم و بیش باهاش درگیر باشیم. و فقط همدلی و آگاهیه که میتونه کمکمون کنه حالمون بهتر باشه. به عنوان مقدمه باید بگم که تراما در واقع ریاکشن بدن ما، سیستم عصبی، روح و روان ما به هر نوع تجربه‌ای که ظرفیت تحمل ذهنی ما رو به شدت در هم بشکنه و معمولاً زمانی اتفاق میفته که سیستم عصبی ما واقعی رو تجربه کنه که خیلی وسیع‌تر از حد توان ما باشه، یا مثلا خیلی سریع‌تر از حد توان ما اتفاق بیفته، خیلی آزاردهنده باشه برای ما، یا میتونه حد و حدودش کم باشه ولی برای مدت زمان طولانی باشه. تراما میتونه ریاکشن ذهن ما به یک واقعی باشه که برای خودمون اتفاق افتاده به طور مستقیم، و یا اینکه یک ریاکشنی باشه به واقعی که برای دیگری اتفاق افتاده و ما فقط تماشاگر بودیم. با تمام اهمیت، حقانیت، مثبت و مفید بودن دین و دینداری، گاهی این مسئله میتونه به طور نادرست آموزش داده بشه و باعث ایجاد ضررهای جبران ناپذیری به اعتماد به نفس، عزت نفس، ارزشمندی انسان، هویت انسان بشه. بنابراین من ازتون میخوام با تمام وجود، بدون تعصب، با روشنفکری تمام به حرفهای من گوش کنید که حاصل ماه‌ها تحقیق و مطالعه است. Religious trauma وقتی اتفاق میفته که تجربه ما از دینداری یک تجربه سرشار از استرس باشه. ما احساس خطر کنیم، بترسیم. این تجربه یک تجربه تحقیرآمیز باشه برامون. یک تجربه آسیبزا باشه برامون. که من اسمشو میذارم یک دینداری غلط که نقطه مقابل دینداری درست و اصولیه. دینداری غلط میتونه روی سلامت جسم، سلامت روح، سلامت جنسی، سلامت معنوی و احساس امنیت افراد به طور کلی تاثیرگذار باشه. برای مثال، ایجاد احساس گناه در افراد اگر به صورت افراطی و ناسالم باشه که بهش میگن unhealthy guilt، در روان افراد ایجاد اختلال میکنه. همونطوری که تحقیقات دانشگاه پنسیلوانیا نشون داده، مسیحیان کاتولیک یا مسیحیان ارتدوکسی که بسیار مذهبی و افراطی هستن احساس شرم و گناه بیشتری دارن، شرم و گناه ناسالم درونی در واقع، نسبت به افراد دیگه. Religious trauma فارغ از نوع دین و اعتقاد، در واقع چه مسیحیت، چه یهودیت، بودیزم، هندویزم، ممکنه برای هر فردی با هر دینی اتفاق بیفته، مادامی که دینداری غلط به افراد آموزش داده بشه. تمام آسیب‌ها و مشکلاتی که دینداری غلط میتونه برای افراد ایجاد کنه قابل درمانه، قابل شفا یافتنه. فقط کافیه که شناساییشون کنیم و بدونیم که وجود دارن. چرا که دین ما بر روی رفتار و افکار و شناخت ما از دنیای اطرافمون تأثیر میگذاره. Religious trauma یک نوع تراما یا آسیب روانیه که زیرشاخه‌های زیادی داره. هر کدوم از این زیرشاخه‌ها یک بحث مفصلن. مثلا احساس شرم درونی، احساس ترس درونی، احساس در واقع احساس گناه، از دست دادن هویت خودمون، ارتباط خانوادگی پرتنش. مهمتر از همه cognitive dissonance یا همون تضاد و تناقض و ناهمخوانی که بین باورهای دینی قوی که تو ذهنمون هست و چیزی که تو دنیا به صورت منطقی میبینیم. مثال میزنم. به یک کودک 5 ساله مسیحی داستان نوح رو تعریف میکنن و برای کودک سوال ایجاد میشه که خب کشتی به این بزرگی چطور وجود داشته؟ و جوابی براش پیدا نمیکنه. اینجاست که اگر به این سوالات جواب داده نشه، در بزرگسالی تبدیل به استرس و تنش و مشکلات روانی خواهد شد. چون که یک سری اعتقادات قوی در ذهنش هست ولی براش جواب در واقع منطقی پیدا نمی‌کنه. ممکنه بگید که نه، من در خانواده سختگیر و متعصبی بزرگ شدم اما هیچ آسیب روانی هم ندیدم.
همونطور که گفتیم تراما در واقع ریاکشن ذهنی به یک واقعه است و این ریاکشن در افراد مختلف هم متفاوته. ممکنه یکی از فرزندان خانواده تحت آموزش‌های غلط قرار بگیره و در واقع اتفاقات ناگوار زیادی براش بیفته، اتفاقات روانی و درونی، و فرزند دیگر خانواده بگه که اصلا بیخیال مهم نیست و به زندگیش ادامه بده. درست مثل همه تراماهای دیگه این نوع تراما هم نیاز داره که توسط تراپیست درمان بشه. نمیدونم توی کشور ما تراپیست هایی هستن که توی این زمینه فعالیت داشته باشن یا نه، ولی در کشورهای دیگه اینطور که پیداست این تراما در دانشگاه ها تدریس میشه، حتی برای در واقع درمانش هم اقدام شده. کتاب ها و سورس های زیادی وجود داره که من حتما لینکش رو در اختیارتون قرار میدم و از افراد شاخص در این زمینه خانم مارلین وینل هست که سال 2011 اصلا این تراما رو معرفی کرده از طریق کتابش و در واقع بیان کردن که در دینداری هم گاهی سوء استفاده های صورت میگیره. مثلا به نظر شخصی خودم میتونیم بگیم که آسیب رسوندن به جسم و بدن خودمون در عزاداری های مذهبی مختلف یک نوع سوء استفاده معنویه. اگر به گذشته و حال خودتون نگاه میکنید و فکر میکنید آموزه های غلطی از طریق خانواده، جامعه، محیط های آموزشی و معلمین دریافت کردین که در زمینه های معنوی شما رو دچار آسیب کرده، مثلا به شدت ترس و واهمه و استرس و حال بد میگیرید از شنیدن کلماتی مثل جهنم، فشار قبر و چنین مسائلی بهتون القا شده و در ناخودآگاهتون از کودکی تا بزرگسالی به همراه شماست، باید بدونید که حتما برای درمان و شفاش راهی هست و شما تنها نیستید. میلیون ها نفر روی کره زمین هستن که آسیب های مشابهی دارن. منتظر نظراتتون هستم تا قسمت های بعد.